بندر کلفت در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان پس از سالها مسدود بودن دوباره فعال می شود. مسئولین در ریاست صنعت و تجارت جوزجان می گویند پس از بندر تورغندی در هرات، آقینه در ولسوالی اندخوی فاریاب، کلفت سیومین بندر خواهد بود که اموال تجارتی از کشورهای آسیای میانه توسط کشتی‌های ترکمنستان وارد افغانستان می شود. آنان افزودند کار فعالسازی بندر کلفت از سوی مسئولین مرکز امارت اسلامی جریان دارد و قسمت سروی آن ختم شده و کار عملی آن نیز به زودی آغاز خواهد شد. به گفته مسئولین بندر کلفت یکی از بندرهای تاریخی کشور بوده، احداث دوباره آن از سوی وزارت صنعت و تجارت کشور یک اقدام نیک است. بندر کلفت در ترکمنستان در مرکزشان نزدیک است. تقریبا که سکتور خصوصی ما جمع کردیم بنا سنجیده در 1 تن $90 ارزان تمام میشه از طریق مال وارد شود. این در تاجر سهولت است و در مردم شبرغان هم سهولت است. سرک که تا اونجا میره اقیر میشه و برق تا اونجا رفته میشه. این مردم هم از سهولت‌های بندر کلفت مستفید میشه. در همین حال شماری از باشندگان ولایت جوزجان نیز از این اقدام وزارت تجارت افغانستان اظهار خرسندی نموده میگویند با فعال شدن بندر کلفت از بیکاری تعداد زیادی از جوانان کاسته خواهد شد. با فعال شدن از این گفتم خب بسیار تجارای ما بر تجارت سهولت میشه، بر خود این ولایت که فعلا بسیار عقب مانده است از طریق قضیه یک عایدی که از طریق بندر میه بر خود این ولایت خودکفا میشه. دوما فعلا جوانان ما بیشتر جوانان ما بیکار هستند، در ولایت‌های دیگه در کشورهای دیگه میرن، اینا مسافر میشن و در دریاها غرق میشن، از اینا جلوگیری میشه. جوانای افغانستان بخصوص مردم جوزجان خاص چمی است که بندر کلفت باز شود و همچنان واردات صادرات کشور عزیز ما از طریق بندر کلفت آغاز شود، یک گام خوشبختی است بر ما. این در حالی است که فعالسازی بندر کلفت می تواند تأثیرات مثبت زیادی بر اقتصاد محلی و ملی داشته باشد. این بندر می تواند به عنوان یک نقطه مهم تجارت بین المللی عمل کند و زمینه را برای تبادلات تجاری بین افغانستان و ترکمنستان فراهم آورد. با بازگشایی این بندر فرصت‌های شغلی زیاد برای باشندگان محلی ایجاد خواهد شد و اقتصاد منطقه رونق خواهد یافت. قمرالدین پویا عزیز، رادیو حریت، ولسوالی قرقین جوزجان.